در طول کمتر از یک ماه به گفته بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل، بیماری وبا در تمام گوشه های سوریه پهن شده بیشتر از 10,000 نفر را بیمار کرده است. خطر گرفتاری به مریضی به میلیون ها بیجا شده دیگر در این کشور جنگ زده تهدید میکند. العالم كله خايف من هالمرض وعم بيقولوا مرض خطير. همه از این بیماری میترسند. بسیار خطرناک است. زمستان گذشته کرونا ویروس پهن شد، آدمان زیادی ففتیدند. ما باید چاره‌های پیشگیری بیاندیشیم. آب پاک و رعایت بهداشت مانع سرایت وبا می شود که بیماری درمانپذیر است، ولی تأخیر در معالجه انسان را در چند ساعت می کشد. هفته گذشته تعداد قربانیان به 40 نفر رسید. وزارت تندرستی سوریه میگوید آنهای فوتیدند که دیر به شفاخانه آمدند و یا بیماری های دیگری طولانی داشتند. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید جنگ و خشکسالی نبودن نیروی برق نیمی اهالی سوریه را مجبور کرده است که از آب آلوده استفاده برند. در جنگ نصف زیربنیادهای کشور ویران شده است و فاضلاب شهرها پاک و بی‌ضرر کرده نمی شود. در اینجا در ولایت ادلیب که هنوز جنگ با حکومت ادامه دارد، بیماری وبا زیاد پهن نشده است، ولی ساکنان و ماموران امدادی میگویند ممکن است در این جا هم وسیع پهن شود. طبعا بالنسبه احنا كاحد المخيمات بسیاری از اردوگاه‌های خودساخت شبکه فاضلاب ندارند و ما هیچ کاری برای فراهم کردن شرایط مناسب و امن برای ساکنان آنها کردن نمی‌توانیم. توفير البيئه الصحيه. تقریبا نیمی از 4 میلیون اهالی ادلیب در واقع بی خانمانند و با خانواده هایشان در اردوگاه‌های سر آدمی بیجا شدگان زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد خروجی وبا را تهدید جدی برای سوریه و منطقه خوانده خواهان اقدامات فوری بین المللی شده است. جامعه بین المللی می داند که این گونه اپیدمیاها در منطقه های جنگ زده خروج می کنند و مردم زیادی را می کشند. باید برای تامین آب پاک و بهداشت کمک خاص رسانیده شود و مرکزهای معالجه وبا تأسیس دهند. سازمان جهانی تندرستی میگوید که امسال سرایت بیماری وبا زیادتر و در 26 کشور مشاهده شده است. به گفته متخصصان بر علاوه جنگ و تغییر اقلیم، یکی از سبب‌های دیگری خروج وبا قشاقی است.